با اجازت شما این صحبت رو آغاز میکنیم. من میخواستم پیش از همه با رکتور محترم دانشگاه ملی برای نشان دادن چنین معرفتی بلند سیاسی و موقع استوار دولت محور تشکر گویم، زیرا اینک چهارمین یا پنجمین واخوری است که در دانشگاه ملی با دانشجو برگزار کردیم و اینک امروز با بزرگان این دانشگاه، با رهبریت، با استادان صحبت رو در میان میگذاریم. در این لحظه که ما در این تالار روشن و گرم صحبت میکنیم، سربازان ما در خنکی در زیر برف در سرحدها پست استودند و اونا ساعتها برای سرحد می ایستند، حتی نجنبیده می ایستند. بنابراین اگر ما یک ساعت برای سرحد، برای خاک وطن، برای فراگیری دقیق همین موضوع تحمل کنیم، من فکر کنم برای هممون مفید است. و این صحبت خصوصیتی جشنی تنتنوی ندارد، بلکه یک صحبتی کاری با نقشه، با کاغذ، با حجت، زیرا مقصد اساسی این است که ما درباره این مسئله یک معلومات و تصوری بنیادی به دست بیاریم تا که هنگام تشکل موقع خود، هنگام فهماندن این به محیط، به شاگردان، به جامعه، همین گونه یک موقع استوار داشته باشیم. دورانی که اینک به نام بحث مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان ادامه دارد، حدوداً 100 سال طول دارد. یعنی اولین بحث ها سال 1924 اگر شده باشند، این همین سال 2022 98 سال این بحث وجود دارد. من می‌خواستم که اول در قسم اول موقعیتی بحث رو بگیم که یعنی که به این سوال بسیار آسان جواب دهیم که بحثی بین تاجیکستان و قرقیزستان در مسئله مرز از چی عبارت است. این سوال بسیار ساده که ما جواب بسیار روشن باید به آن داشته باشیم. در این لحظه که ما و شما صحبت میکنیم در سال 2022 طبق همه حساب ها 211,000 هکتار زمینی قانونی جمهوری تاجیکستان در اختیار کشوری همسایه قرار دارد. این رقم دو خصوصیت دارد. یکی این که این رقم رقمی رسمی است که دولت جمهوری تاجیکستان در سیمای وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان در منبر سازمان ملل متحد صدا داده است و به جهانیان اعلام کرده است. و اگر شما سخنرانی وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان از 23 سپتامبر سال جاری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را دقت کرده باشید، در اونجا وزیر گفتن که قرقیزستان 211,000 هکتار زمین ما رو حالا در اختیار دارد و میخواد اون رو رسمیت بخشیده از خود کند. یعنی رقمی رسمی و موقع دولتی است. ولی طرف علمی و فاکتولوژیش چیست که تمام نقشه هایی که ما جمع کردیم، حتی من 10 سفر به اون منطقه داشتم، هر منطقه و قشلاق رو ما مساحتش رو جمع کرده، همین رقم 211 حتی کم است. یعنی حداقل اینکه درست است، ولی با علاوه بر این بازم هست. همین 211,000 هکتار زمین حالا در کجاست؟ منظره بحث همین است. 3 منطقه با رنگ زرد اگر توجه کنید، در بالا ما یک منطقه 84,000 هکتار زمینی داریم که بخش از جماعت خسته‌ورزی ناحیه باباجان غفوروف است. این 84,000 هکتار اگر شما به خریطه ها توجه کنید، تقریبا 40 سال 50 سال پیش خاک تاجیکستان بود، ولی کم کم به منطقه قرقیزها تبدیل شده. حالا از این راه ماشینگذاری که حتی از کنار بحر تاجیک قیراقوم میگذرد، همونجا تقسیم کرده، از راه اون طرف شده از قرقیزستان. بنابراین این یک منطقه است که بدون هیچ سندی رسمی در اختیار کشوری همسایه قرار دارد. دوم، منطقه دوم 56,000
گکتر در کوهستان اندرک از ناحیه مسجد کوهی، این منطقه پایین، زردی پایین. این منطقه چرا زیاد در رسانه ها مطرح نمی شود؟ زیرا اگر اون دو منطقه سیر آدم و محل بحث و نزاع انسان ها باشد، منطقه اندرک اهالی نشین نیست، عادتا کوهستان و جنگل هست، برای این بحثش کمتر میشه. اونجا شاید یگان وقت یگان شکارچی رو میقپن یا یگان نفر سیاه رو، ولی در عموم مرد یا چوپان رو، ولی بحث‌های اساسی در منطقه‌های سیر اهالی است. این منطقه دوم. سوم بخش بسیار بحثناک و کلان و مهم استراتژی، این 61,000 گکتر زمین از حساب زمین‌های شهر اصفهان است. اون طرف سوم زرد. و شما اگر دقت کردید اون طرز گرفته شده است که در نتیجه جماعت واروخ از خاک اساسی تاجیکستان جدا شده است. اون سفیدی که در درون مانده است این جماعت واروخ است و اون زردی که گردش است منطقه اشغال شده از حساب واروخ و اصفهان، سه جماعت. خب اینجا زمین ها از حساب جماعت سرخ، جماعت چارکو، جماعت واروخ به تدریج به اختیاری قرقیزستان گذاشتن. این منطقه سوم. و همچنین یک 10,000 گکتر دیگر در همین خود منطقه باباجان غفورов در بخش اوفچی قلچه، در نوع جبور رسولov، در نوع سپیتامین، در نوع کمونی بودوم، بعضی منطقه های موردی بحث است. در عموم همین منظره عمومی بحث. و برای اینکه تصوری ما با یک قیاس بسیار استوار شود، من در این مقاله گفتم که همین حدود با بحثی زمین شناسی میشد 2110 کیلومتر مربع. 2110. این همین ویکی‌پدیا یا سامانه شهر دوشنبه شاید نوشته است که حدود شهر دوشنبه 203 کیلومتر مربع. یعنی از زمین نصف وحدت سر میشه تا نصف ایسار، از نصف رودکی تا نیم ورزاب، همین دوشنبه با همه اطرافش 203 کیلومتر مربع. پس این 2100 است. یعنی 10 برابری حدود شهر دوشنبه است. همین زمین‌هایی که امروز در اختیاری کشوری همسایه هست از حساب تاجیکستان. یا اگر همین شهر اصفهان، شهر کانیبودوم و شهر خوجند رو یک جایه جمع کنیم برابر همین میشه. یا یک مثالی برای دانشجو، البته میرسونین شما خوبتر میدونید، یک مثال از خارجه گرفته، مثلا همین 3 برابر کشور بحرین. این دولت هست، این برابر همین اندرک هست بحرین. خب یعنی 3 برابر کشور سنگاپور. یعنی این بحث فقط درباره فروخ یا چهارراهی گذرگاه خواجه اعلی نیست، بلکه همین خیلی یک بحث کلان، یک جغرافیای بزرگ مورد بحث است از طرف دو دولت و خصوصا از طرف ما همچون صاحبان این زمین. و اکنون ماهیت نزاع چی است؟ ماهیت نزاع همین است که همین 210,000 گکتری رسمی اینجایی که ما حجت داره میگویم در طول 90 سال اخیر قدم به قدم به اختیار کشور همسایه گذشته است و از بس که ما در ترکیب یک دولت بودیم همچون استفاده بری موقتی زمین اینا داده شدن. حالا چه خیلی داده شدن یک بحث داریم. و جمهوری تاجیکستان با کسب استقلال همچون یک دولت صاحب استقلال از همسایه عزیز خیش طلب دارد که همین زمین ها رو برگرداند. مهلت استفادهش تمام شد، آن رو برگرداند و کشور همسایه فعلا از برگرداندن این زمین ها خودداری میکنه. همین ماهیت نزاع. یعنی این کشور میگه زمین ها رو برگردان، این میگه که حالی چنین سبب ها که این کار رو نمیکنیم. خب اکنون وضعی همین روزه چی است؟ در همین لحظه، تو همین لحظه بین دو کشور برای حل همین مسئله بیش از 200 ملاقات دایر شده است. شما هر هفته میبینید که کمیسیون گوناگون ملاقات میکنه. مرز عمومی ما با قرقیزستان 1000 کیلومتر است، یعنی 987 کیلومتر.
13 کیلومتر کم 1000. ما 987 کیلومتر مرز داریم. در همین طول مذاکرات 20 سال 602 کیلومتر اون موافقه شده است. یعنی ما با جانب قرقیزستان درباره 61% سرحد موافقه داریم. مثلا در منطقه مرغاب، در منطقه لخش و جرگتو، در بعضی از طرف‌های منطقه کونیبودون، در منطقه نزدیک خوجند موافقه داریم. ولی 39% دیگر هنوز موافقه نشده است، نامعلوم میماند. ولی قدمی بسیار این باوری را کاهش دهنده جانب همسایه است که همین شرطنامه دو دولت درباره امضا کردن توافقنامه درباره همین 61% موافقه شده تیار است. بارها به امضای رئیس جمهور برآمده است. از جمله جمهوری تاجیکستان این سند را در سطح رسمیات داخلی تصدیق کرده است. و اگر شما دو چیز رو دقت کنید، یکم همین در سخنرانی وزیر کارهای خارجه در ماه سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل دقیقاً گفتن که ما همین قسمی از سازشنامه رو آماده کرده هستیم، دو طرف موافقه کرده است، ولی متاسفانه جانب همسایه امضا نمیکنند. همین سخن در سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ماه اپریل سال 21 در شهر اسفرا در خود واروخ اونجا هم گفتن که ما درباره همین مقدار از سرحد موافقه حاصل کرده هستیم. متاسفانه با سبب‌های به تاجیکستان نوابسته، خیلی دیپلماتیک شروع گفتن، به سبب‌هایی که به تاجیکستان وابسته نیست جانب همسایه از امضای اون خودداری میکنه. چرا خیلی میکنه؟ چون که با امضا نکردن همون 61% تمام 100% سرحد رو در حالت غیر قانونی نگاه می‌دارد. بنابراین مثلا همین حمله که ماهی گذشته به منطقه لخش شد، مثلا این در منطقه موافقه شده حمله شد، ولی اونا میگن که چون امضای کلی نشده است همه جای سرحد هنوز بحثناک است. برای همه بحث رو اگر خلاصه کنیم 10 عامل هست که بحث میزاید در جای نظام آفرد. فقط ناموش میگیم. یکم آب نوشاکی، دوم آب پالیزی، سوم زمین استقامتی، زمین خانه، چهارم زمین چراگاه، پنجم زمین کشاورزی، ششم راهی کلام، مثلا مسئله راهی از اسفرا به واروخ، مسئله راه. هفتم گذرگاه از راه چی فرق دارد؟ مثلا راه اگر ما راههای اتصالاتی بین ناحیه و قریه و جماعت ها گیم، گذرگاه این همین درون دیه ها، کوچه های درون قشلاق، زیرا در بعض منطقه ها مثلا در دیه خواجه اعلی ساختاری محله همین خیلی است که این خانه قرقیزی است، این خانه تاجیکی است، اون خانه قرقیزی است. برای خانه همسایه رفتن باید از حدود قرقیزستان گذرد. در همین کوچه سرباز قرقیز یا ساکین قرقیزستان او را همچون ویران کننده سرحد دولتی بازداشت میکند. برای همین خانه همسایه 30 متر اون طرف رفتن به بالای قشلاق رفته گشته همینجا میباید. این مسئله گذرگاه است. و چرا خیلی شد از وقت شود میگیم. مسئله هشتم پول کپروک ها، مسئله نهم بعضی ذخیره های طبیعی مثلا مسئله انگشت اینا هست آب، و مسئله دهم قبرستان. مثلا ما 4-5 مورد داریم که قبرستان های اجدادی مردم دیه های تاجیک نشین اکنون شدن حدود قرقیزستان. یعنی قبرستانی که مردم صدها سال پدراشون باباشون اونجا خاک شده است و هم خیلی به چشم میبینی که این قبری پدر قبری بابا، ولی نزدیک رفته نمیشه چون این حدود جمهوری خارجه است. برای که یک فاتحه خوندن و قبری پدرش رود باید ویزا گرفته و اجازت گرفته به کشور خارجه رود. بنابراین از جمله من در خودی خستیور 2 مورد قبرستان در اون طرف مونده است. در 4 قشلاق در اسفرا قبرستان در اون طرف مونده. بنابراین مجموع یعنی مسئله نشون میدهد که بحران در متن زندگی خود اهالی محلی است. ولی وقتی که این بحران بین آدم‌ها میشد
جانبی همسایه با همراه کردن نظامیان این بحران رو تبدیل میکنن به جنگ، به بحران بین دو کشور، به بحران بین دو نیروی حربی. بعض اقدام هایی که جانبی قرقیزستان در این منطقه انجام میدهد نشان میدهد که اونا جانبداری برگردانده دادن زمین های قانونی تاجیکستان نیستند. 3 مثال از همین پروسس زنده میاریم. یکم این که این زمین ها از حساب تاجیکستان در قرقیزستان هستند، اکثرا به ولایت اوش یا ولایت اوش داخل میشدن و بسیار سندهایی که در سالهای 50 70 80 هست بین ولایت لنین‌آباد و ولایت اوش امضا شده است. ولی سال 1999 هنگامی که ما با مسائل داخلی مشغول بودیم، جمهوری قرقیزستان در یک اقدام بسیار آگاهانه از حساب همین زمین ها و زمین های اطرافش ولایتی نو تأسیس داد با نام ولایت بادکند. ولایت بدکند میگن خودش. ولایت بادکند نبود. این ولایت نو است که سال 1999 تأسیس شد و همین سال پیش 10 سپتامبر سال 2021 قانون ملی این ما میگیم قانون کانستیتوسیونی، یعنی قانونی از قانون عادی مهمتر، قانون ملی جمهوری قرقیزستان درباره مقام مخصوص ولایت بادکند قبول شده است و این قانون یکی از قانونایی است که دو بخش دارد. یک بخش مخفی دارد که ما نمیدونیم اونجا چی است، ولی در بخش آشکارش هم بسیار چیزای مهم است. در اونجا گفته می شود که هر کس، یعنی که به شهروندان قرقیزستان که حاضرند در ولایت نوتشکیل بدکند رفته زندگی کنند یک بسته امتیازهای اجتماعی داده می شود. مثلا کسی رفته در بدکند زندگی کند از همه اندازها آزاد. صاحبکارانی که در بادکند صاحبکاری میکنن از اندازها آزاد. معلمانی که رفته در بادکند درس میدین معاششون 2 برابر. دخترایی که در بادکند کار میکنن نمیگونه. نظامیانی که در بادکند خدمت میکنن خدمتشون 2 برابر حساب میشد. 1 سالش 2 سال حساب میشد. معاششون 2 برابر. از جمله بندی 14 همین قانون که دقیقاً من یادداشت کردم اینجا میگوید که دولت وظیفه دار است که برای تشکیل شدن محله های اهالی نشینی قرقیزی در ولایت بادکند مساعدت کند. یعنی اگر شما میخواهید روید به بادکند زندگی کنید، اینا مواد ساختمان، اینا راه دولت میسازد، برق میارد، آب میارد تا که مردم اومدن اینجا زندگی کنند. حتی زندانیان را تشویق میکنن که اگر رفته در بادکند زندگی کنید مثلا عفو میکنیم. چرا چنین میکنند؟ چون که قرقیزستان دقیقاً میدوند که در این منطقه اهالی تهجویی ضروری قرقیز نیست. اگر ما تمام همین حوزه رو بررسی کنیم به در نظر داشت خطی سرحد در همین 3 جماعت ما و همون خطی اون طرف سرحد همگی حدوداً 110,000 نفر اهالی زندگی میکنند. 110,000 و از این 110,000 حدود 104,000 نفرشون تاجیکان هستند. حدود 38,000 نفر جماعت واروخ است. حدود 40,000 نفر جماعت چارکو هست. حدود همین قدر دیگر جماعت سرخ است. اینا تاجیکانی هستند که هزاران سال اینجا زندگی میکنند و همگی حدود 6,000 نفر قرقیز است در این منطقه از طرف قرقیزستان در اون خط مرز. و این بالانسی بسیار نااستوار است. یعنی ببینید 104,000 کجاست و 6,000 کجاست و این 6,000 هم به همین طریق صنعی در 30 سال 40 سال اخیر آورده شده است. چون که ما دقیقاً حجتای نواز شما جماعت واروخ روید، جماعت واروخ از دوره تأسیس SSR وجود دارد، تمام حجتاش هست. در همون جماعت ورق زادنامه و ورق مرگ و تمام دفترهای ثبت اهالی هست. تا سالهای 72 75 یگان نفری که ملتش قرقیز نوشته باشه در کتاب این جماعت ها وجود ندارد.
بنابراین پیدا شدن اهالی قرقیز این اساساً از سالهای 75 به بعد هست. حتی نام همین دهه ها در اولین بار در حجت ها سالهای 72 82 به وجود آمدن. از این رو قرقیزستان میداند که اونجا اهالی نیست، بنابراین با دادن همین امتیازها در این منطقه اهالی قرقیزی به وجود میارند. این هم یک سیاستی بسیار مهمی دولتی شده است. و آخرین دلیلی که ما میگیم که اونا میخوان این منطقه رو با خود داشته باشن، حفظ کنن، این است که قانون نوی جمهوری قرقیزستان دقیقاً شاید 40 روز پیش قبول شده است، 20 اکتبر سال 2022 که با بحث‌های زیاد قبول شد و این قانون پیش بینی میکند که اهالی منطقه های نزد مرزی ولایت بادکن مسلح کرده شوند با автомат، پولمیات، گرانتمیات، سلاح‌های سبک دستی مسلح میکنند. و بینید که ما در قراردادها در پروتکل ها می نویسیم که دو طرف قرار میکنند که نیروهای حربی خود را از خط سرحد دور کنند. اینا ما 5 کیلومتر فرضاً دور میکنیم، ولی اون خود همین قشلاق به بازی حربی تبدیل کرده است، اهالی رو مسلح کرده است که مثلا خودش یک واحد نظامی است، اهالی. از این رو همین عامل ها نشان میدهد که جانب همسایه در مسئله بازگرداندن این زمین ها یک نگاه این خیلی طوری که ما خوشبینانه داریم ندارد. یک بخشی اساسی که همین مقاله اساساً روی این استاده است بحث حجت های بین دو طرف است. چرا حجت ها مهم است؟ زیرا این استادای حقوق اینجا هستن، استادای روابط بین المللی اونجا هستن. حجت این تنها اساس است که ما روی آن استاده میتونیم گپ زنیم. تنها حجت میتواند اثبات کند که موضوع صحبت چیست و موضوع بحث چیست، حد و سرحد بحث چیست. برای همین ما میگیم که برای معین کردنی سرحد دولتی بین ما یک مفهومی رو در اینجا استفاده کردیم که در مذاکرات، هیئت مذاکرات تاجیکستان همیشه با اون تکیه میکنند، نامش حجت معین کننده سرحد دولتی. یعنی ما میگیم که اگر حجت معین کننده سرحد دولتی دارید، همین حدود از شما. اگر چنین حجت نیست، پس این حدود بحثناک است یا ما داریم این خیل حجت. بنابراین حجت معین کننده سرحد دولتی چی است؟ حجت معین کننده سرحد دولتی همون حجت است که اول رسمیات داخلی همون دولت را گذشته باشد. یعنی مثلا شورای عالی همون دولت، نهاد عالی قانونگذار همون دولت اون رو رسما قبول کرده باشد در شکل قرار شورای عالی. دوم، رسمیات بین دولتی را گذاشته باشد، دو طرف موافقه کرده باشند بالای این سند و امضا کرده باشند. سوم، موضوع نمو حجت مرز باشد، درباره خود مرز. چرا این مهم است؟ زیرا در بخش حجت‌های قرقیزستان ما می‌بینیم که اونا بعضی سازشنامه‌های عمومی رو میارن، میگن تیپ همین مرز رو حل کنیم. مثلا سازشنامه تأسیس ایده رو میبرن که او موضوعش مرز نیست، ولی اون رو میگن. چهارم، هر دو طرف بعد امضای رسمی آن رو اعتراف کرده باشن، راتیفیکاسیون گذرانده باشن. اما حجت ما میگیم این خیل حجت نامش است سند یا حجت معین کننده سرحد دولتی. چرا این بسیار برای ما مهم است؟ زیرا جانب قرقیزستان هم به این مذاکرات اساساً دست خالی نمیاد. ببینید ما همین 211,000 تقریبا نصفش خودسرانه اشغال شده است، ولی درباره نصف از این زمینا اونا حجت دارن. اونا بحث در کجاست؟ ولی حجتاشون چیست؟ من تمام حجت‌ها گروه بندی کرده 8 نمودی امی حجت‌ها رو برشمردیم. 8 نمود. مثلا برای که وقت زیاد نشه فقط ناموش میگیم. ببینید، یکم معامله بین دو شهروند،
مثلا اون وقت تاجیکستان بود، همش قرقیزای مقیم اونجا هم ساکنی تاجیکستان بودن. مثلا در دهه خواجه اعلی یک تاجیک خانهش با حولی باغش رو به قرقیز فروخت است، خودش کشیده است رفته است خوجند. یعنی در میانه دو خانه تاجیک یک خانه قرقیز این فروخت است و قرقیز اومده اینجا رو اشغال نکرده، در اصل همون تاجیک خودمون فروخت است. ولی حاضر ویا میگن که هر کجا قرقیز زندگی میکند همراه حولی و خانهش این قرقیزستان است. برای همین در همین درونی محله ها حدودای میده قرقیز پیدا شد. همین یک خانه خرید با حولی و زردال و زارش، همین قرقیزستان شد، چون که اونا با همون شهروند خانه و زمینش هم حساب کردن. از این رو در بعض جاها حالا همین خریطه ببینید میگن حالت شخمت یعنی حالت شطرنجی، یک کوچه قرقیزی است، یک خانه تاجیکی با یک خانه قرقیزی. همین در نتیجه خرید و فروش اموال شده است. یک. دوم منصبدارای محلی مثلا رئیس دو جماعت میشینن چای خوردن و میگن که خیر من مثلا گوسفندای شما در این ادی را چرن، گوای ما بلندی نمیرن در همواری شما چرن. مثلا همین دو رئیس جماعت بین خود زمین رو عوض کردن. یا دو رئیس کلخوز مثلا 1000 گوسفند به کلخوز ما گذرانید، من این کوهستان شما اینجا در چراگاه برای شما و 20 سال 30 سال 50 سال چراگاه وای بوده است، اکنون میگه این زمین ما بود. چهارم رهبران شهر و ناحیه ها. ولی ما سال 58 اگر گوییم متاسفانه حجت‌های است که رئیس شهر، معاون رئیس شهر، رئیس ولایت امضا کرده دادگی است که این از شما. و هست وزارت و اداره ها، مثلا وزارت کشاورزی با وزارت کشاورزی اونا تبادل میکنن که زمستان مالهای ما اونجا میره، تابستان مالهای شما اینجا میبیاد، در نتیجه و یا 10 سال 20 سال 50 سال این کار کردن، میگه این چراگاه ما بود. و آخرین سند اجاره های رسمی، بعضی از قسمتاش بین دولت ها اجاره داده شده است رسما، ولی مهلتش تمام شده است. حالا اکنون اونا چی میگن؟ میگن که این زمین ماست، این رئیس جماعت گفتگی، این رئیس کلخوزتون امضا کردگی است. بنابراین ما چی میگیم برادر؟ این سندی استفاده موقتی زمین است. این سند یا حجتی معین کننده سرحد دولتی بین دو دولت نیست. این که یک رئیس کلخوز با یک رئیس کلخوز یک قطعه زمین رو عوض کرده یا حتی فروخته است، متاسفانه مواد جایی است که فروخته است، این سرحدی رسمی بین دو دولت را تغییر نمیدهد. او میتوند سند استفاده زمین در یک مهلت باشد، مهلتش تمام شد، استفادهش تمام. بنابراین مجموع حجت هایی که جانب همسایه پیشنهاد میکند همین قرب دارند. از این رو در اینجا یک عباره هست که نقطه قوت ما چی است؟ نقطه قوت ما این است که ما در اساس سندهای صحبت میکنیم که اون قربی رسمیتی سندی معین کننده سرحدی دولتی رو دارد، نه که بین دو چوپان و دو رئیس باشد. از این رو ما میگیم که در هر قطعه زمین که شما همین گونه سند دارید ما در اون بحث نمیکنیم. خب اکنون چرا چنین تکیه به این سندها مهم است؟ کنستیتوسیون اتحاد شوروی همچون سند اساسی قانون معین کننده دوره شوروی مکانیزم تقسیم و معین کردن و تغییر دادن سرحد بین جمهوری ها رو معین کرده است. 3 نکته رو پیش بینی میکند. میگه که سرحد جمهوری های عضو اتحاد به راضیگی آنها تغییر داده نمیشد. این پونکت 1. دوم، سرحد جمهوری های عضو شوروی بعد تصدیق نهاد عالی قانونگذار اتحاد شوروی رسمیت می‌یابد. یعنی دو طرف راضی میشن، می‌نویسن به مسکو، اونجا سویت عالی SSR باید تصدیق کنه که در حقیقت مرز تاجیکستان قرقیزستان امین است. بعداً قدم سوم همان قرار نهاد عالی اتحاد شوروی را این دو جمهوری باید دوباره قبول کند. راضیگیش اتحاد راضیگی نیست که رئیس جمهورش یا کاتب اول حزب بیاد که به تلفن یا بیاد که من راضیم، بلکه راضیگی در شکل قبول قرار شورای عالی همین جمهوری. همین 3 زینه رو اگر گذرد ما میگیم که
این حجت حجتی معین کننده سرحدی دولتی است. اگر تمام تاریخ و تمام حجت‌های دو طرف رو در طول 100 سال گیریم، تنها حجت‌های سال 1924 تا 32 درباره تقسیمات سرحدها همین پروسیدور رو گذاشتن. بنابراین ما میگیم که تنها حجت‌های سال 24 32 رسمیت دارد. اینجا من با تمام مسئولیت میگویم که از سال 1932 از 1 ینوری سال 1932 که آخرین بار تاجیکستان سرحدش رسما تصدیق کرده است با قرار شورای عالی، از همین 1 ینوری 32 تا این 7 دکبر سال 2022، این 90 سال، یگان سند رسمی درباره تغییر سرحد بین دو کشور قبول نشده است. نیست. اون سند بین دو چوپان، بین دو رئیس کلخوز است، ولی سند رسمی که سرحد دولتی بین دو کشور رو معین کند یا حتی یک وجب تغییر داده باشد در همین 90 سال اخیر نیست. بنابراین ما میگیم که حجت‌های سال 24 32 این تنها حجت‌های است که سرحد معین کرده است، این تنها حجت‌های است که رسمیت گذاشته است و این تنها حجتی است که میشه به اون تکیه کرد. یعنی این بحثی حجت. و اینجا یک نازکی هم دارد که ما به همسایه میگیم که اگر حجت‌های سال 24 32 رو قبول نکنیم، در نتیجه وضعیت به حالتی تا تأسیس شوروی برمیگردد. او دوره امیر بخارا، امارت بخارا و روسیه پادشاهی میبیاد. او وقت هر دو طرف از سوبیکتیویت و از جانب مذاکره بودن محروم میشن. چون که ما حجت‌های سال 24 32 رو مثلا من شخصا یک حجت‌های بسیار بد، ناعادلانه نسبت سرنوشت خلق تاجیک بیرحمانه حساب میکنیم. زیرا در همین دوره قریب همه سرزمین‌های ما از دست رفت در همین حجت‌ها، ولی امروز این یگانه حجت‌های رسمی است که ما میتونیم به همون گیم که همین چیز هست. پیش از اون دوره امارت و روسیه پادشاهی است که و دیگر بحث‌ها دیگر سرزمین‌ها. بعدی انقلاب اکتبر در روسیه مرکزی تا سال 24 ما 3 دولت داریم، یعنی جمهوری خوارزم است، جمهوری ترکستان است و بعداً از سال 20 جمهوری بخارا، جمهوری خلقی سوسیالیستی بخارا. سال 1924 یعنی 24 نوامبر 24 با قرار اتحاد شوروی یک کمیسیون تشکیل شد با نام کمیسیون برهمدهی آسیای مرکزی، لیکویداسیون کمیته برهمدهی. این برهمدهی چی رو برهم میداد؟ یعنی همون 3 دولتی آسیای مرکزی رو که بعدی شوروی تأسیس شدن برهم دادن، در اساس ملیت جمهوری های نوی اتحاد شوروی رو به وجود آورد، همین لیکوید کام، یعنی کمیسه برهمدهی. و متاسفانه چرا من گفتم که اون حجت‌ها بی‌رحمانه‌اند نسبت ما؟ چون که ببینید در همین سند تأسیس جمهوری آسیای مرکزی، جمهوری ازبکستان، جمهوری ترکمنستان، جمهوری قزاقستان تأسیس شد، تاجیکستان همچون جمهوری تأسیس نشده است. همون مکتوبی که شیرین شاه و تیمور به استالین نوشت و دو نوشت که 800,000 نفر همینجا زندگی میکنه تاجیک، چرا اونو در تقسیمات صاحب دولت نشدن و این مکتوب باعثی کشته شدن شد. همون درک همون وقت هم بود که یعنی چرا تاجیکان اکثریت اهالی هم ولی در همین تقسیمات صاحب دولت نشدن، بلکه تاجیکستان در همین تقسیمات لیکوید کام همچون جمهوری اتونومی در ترکیب جمهوری ازبکستان تأسیس شد. این برای ما نسبتی سندها گفتن که بی‌رحمانه است. ولی در این زمان جمهوری قرقیزستان چگونه با وجود آمد؟ جمهوری قرقیزستان در این تقسیمات در ترکیب این جمهوری ها با وجود نآمد، بلکه جمهوری قرقیزستان همچون ولایتی اتونومی قرقیزستان در ترکیب فدراسیون روسیه تأسیس شده است. بنابراین تقسیماتی که لیکوید کام انجام داد سال 1925 پریزیدوم سویت عالی SSR تصدیق کرد.
همچون تقسیمات آسیای مرکزی. این تصدیق رو هم ریاست شورای عالی ازبکستان هم ریاست شورای عالی روسیه تصدیق کردند. چرا این مهم است؟ چون که همون وقت تاجیکستان در ترکیب ازبکستان و قرقیزستان در ترکیب روسیه هست. بنابراین همون دو دولتی که این دو کشوری حاضره در ترکیبش بدن همین تقسیمات تصدیق کرد. بعداً با شورای عالی خود جمهوری‌های مختار، البته قرقیزستان هم بعداً از سال 27 جمهوری مختار شد، تصدیق کردن و همین طور تقسیمات سال 24 رسمیت یافت. این جمهوری قرقیزستان در لحظه تأسیسش در ترکیب فدراسیون روسیه، من این در آخر واروخ است، در آخر انا واروخ در حدود قرقیزستان داخل نمیشه در اون روزی این تأسیس قرقیزستان. ببینید همین خریطه نیست، این اسکیزی خریطه قرقیزستان در اداره خریطه سازی اتحاد شوروی گوک که امضا دارد، نه تگش ببینید امضای رئیس اداره خریطه دارد با کاتبش. این سندی رسمی است. اگر خریطه ها را فرضاً یک کارخانه چاپ کرده باشه، چاپخانه همچون دکومنت استفاده نشه، اما این خریطه اسکیزی، نقشه اسکیزی خریطه جمهوری قرقیزستان در لحظه تأسیس است. و اگر قسم پایین اون قسم کبود این طرف ببینید، واروخ در داخل قرقیزستان نیست. اون کمانی که درون رفته از کبود اون واروخ است. یعنی که در همون روزی تولد قرقیزستان واروخ از او بیرون است. این با امضای، یعنی حتی همون رنگ روچکش معلوم است. یعنی این سند است، این خریطه چاپ کردگی مگزین گرفتگی نیست، این در ارشیو اتحاد شوروی است. ما گفتیم که مرزهای امروزه ما در همون زمان تصدیق شدن که ما در ترکیب ازبکستان بودیم، قرقیزستان در ترکیب روسیه. اما حجت‌های سال 24-27 همین است. اکنون حجت سال 29 چرا میگیم؟ سال 29 حادثه مهمی بود که تاجیکستان از ترکیب ازبکستان بیرون آمد. خریطه بعدی گردونه. خب انا ببینید، این تاجیکستانی در ترکیب ازبکستان بوده بدون ولایت سوغد، اصلا بدون ولایت سوغد نه، بدون منطقه خوجند. ببینید خریطه تاجیکستان سال 1932 اولین خریطه رسمی جمهوری تاجیکستان بعد پوره تأسیس یافتند. ببینید این قسمت سبز جمهوری تاجیکستان، جمهوری اتونومی تاجیکستان که از ترکیب ازبکستان بیرون آمد. این قسمت زرد منطقه میگیم، منطقه خوجند که از ولایت سمرقند جمهوری ازبکستان جدا کرده شده به تاجیکستان همراه شد در وقت تشکیل تاجیکستان. یعنی واروخ همون خیلی آمد و در همون لحظه آمدن به خریطه سال 32 است. در لحظه آمدن واروخ پیوست بود به قلمرو تاجیکستان. انا ولی منطقه‌های بحثی هم اندرک هم خستیورز همش اینجا در تاجیکستان است. بنابراین این خریطه لحظه تأسیس جمهوری تاجیکستان که از جمهوری اتونومی تاجیکستان با علاوه کردن منطقه خوجند به وجود آمده است. درباره بدخشان یک سخنی بسیار به مسئولیتانه و به اساس حتی در سطح رئیس جمهوری قرقیزستان صدا داد که اگر شما حجت‌های 27-25 بردارید پس مرغاب از ما میشه. هم خیلی گفت در صحبتش، در حالی که همه ارخیوان نشان میدهد که چنین چیز وجود ندارد. نامش ولایت پامیر 2 ینوری 25 همچون ولایت اتونومی بدخشان کوهی تشکیل شده به ترکیب تاجیکستان وارد شده است. به ترکیب تاجیکستان یعنی هنوز پیش از تأسیس قرقیزستان. قرقیزستان خودش سال 27 جمهوری شده، سال 36 تأسیس شده است. ولایت بدخشان حداقل 11 سال پیش از تأسیس جمهوری قرقیزستان تأسیس شده و تاجیکستان همراه شده است. خب یک نفر بگید که یک آدم 11 سال از خودش کلون اگه تو بچه من هستی، همین خیلی حالت میشه. بنابراین یگان گونه دعوا برعکس اگر ما حجت‌های 24 25 27 برداریم، بار دیگر
به تاجیکستان تعلق داشتن و به قرقیزستان یگان تعلق نداشتن بدخشان نشان میدهد. ببینید یک منطقه سه رنگی هست. اگر ببینید منطقه رنگ بنفش، فیالتوی، رنگ سرخ و رنگ کبود. این سه ولایت است که همگی اون در مقاله همش هست جزئیاتش، ولی در عموم 209,000 گکتر است. تقریبا برابر همین زمینی با بحث شونده. این 211 است و 209. 209,000 گکتر. این بنفشی کلانش این هست منطقه اصفهان، این منطقه قدیمی تاجیک نشین. اون کبوتش هست منطقه سلوکتا، کونی انگشتی سلوکتا، و اون سرخی درازش هست جماعت زنبروغ. این همش نامای تاجیکی، شهرهای قدیمی، منطقه قدیمی تاجیکی. ولی انمی سه منطقه بعد تأسیس تاجیکستان سال 27 سال 30 با قرار شورای عالی اتحاد شوروی از تاجیکستان گرفته به قرقیزستان داده شده است. ما چی میگیم؟ میگیم که این زمین ها از بس که حجت دارند، حال عادلانه است یا نه، حجت دارند، ما حاضر برای این بحث نداریم. ولی اگر جانب همسایه گفت که ما حجت‌های 24 27 این کار میکنیم، همینا هم این کار میشد، پس ما میگیم منطقه بحث 420,000 گکتر میشد. زیرا 211 حاضر موجوده به علاوه 209 که با کاغذ رسمی داده شده است. میگیم اگر حجت‌های 24 25 این سال 29 27 29 30 داده شده، ولی چون قرار هست ما فعلا دعوا نداریم. اگر اونا مجموع می حجت‌ها را قبول نکنن، اینها میشه زمینی بحثی 420,000. خب ببینید این خریطه جمهوری ازبکستان سال 1947 سال 1947 همین بحثایی که بین قرقیزستان و ازبکستان بودن، البته این بحثی مونه، بعد کمیسیون مشترک از طرف دو دولت تصدیق شده است و پریزیدوم شورای عالی SSR سرحدهای بین قرقیزستان و ازبکستان رو معلوم کرده است. چون قرقیزستان سال 36 جمهوری شد، بعد این شد. یک اداره بسیار معتبر است با نام گوک، در اتحاد شورای بود، Главное управление картографии، مثلا اداره سرریاستی خریطه سازی. همین گوک SSR همین خریطه را با امضا، ولی نسخه امضاش بدی هست. یعنی در همین جا بینید که این خریطه رسمی سال 49 هست، سال 47 که سرحدهای قرقیزستان و ازبکستان رو معین میکنند و در همین جا هم دقیقاً معلوم است که واروخ در حدود قرقیزستان نیست. و اکنون این بحثی مرزها در سالهای 20 و اکنون میگیم سری حجت‌های جانب همسایه. این رو اگر مختصرتر گوییم، ما گفتیم که وقتی که جانب همسایه میداند که تکیه به حجت‌های سالهای 24 25 27 و 32 پوره اثبات میکند که زمین ها به تاجیکستان داخل دارد، اونا میان یک بسته حجت‌های بعد سال 32 رو در مذاکرات مطرح میکنند. همین تمام حجت‌های اینا رو به 4 بسته، 4 پکت تقسیم میکنیم، زیرا خودش هم خیلی به وجود آمده است. یکم بسته حجت‌های سال 49. حجت‌های سال 49 چی است؟ در سال 1949 بین دو دولت یک کمیسیون پاریتتی یعنی دو طرفه برابر تأسیس شده است و این کمیسیون منطقه‌های بحثناک رو آموخته و این کمیسیون دقیقاً نامش است درباره حل مسائل استفاده بری آب و زمین در منطقه‌های نزد سرحدی. شورای وزیران قرقیزستان با مکتوب رسمی سال 1949 به شورای وزیران جمهوری تاجیکستان مراجعت کرده است و در این مراجعت گفته است که از شما خواهش میکنیم همین زمین ها را به اختیار قرقیزستان دهید. و چرا این ذکرش مهمه؟ زیرا خودی مکتوب نوشتن و از تاجیکستان درخواست کردن این زمین اعتراف این است که همین زمین تاجیکستان است
وگرنه او چرا مکتوب نویسه باید از تاجیکستان خواهش کنه همینجا رو بده اگر مال خودش باشه. بنابراین این مکتوب هست و از همه مهم این است که در اون وقت رهبریت تاجیکستان بسیار خردمندی نشان دادن. وقت استاد غفورov بودن. خلاصه اینو مکتوب نوشتن که تقسیمی معین کردن مرزهای دولتی به صلاحیتی طبق بند 14 کنستیتوسیون SSR به صلاحیتی شورای عالی اتحاد شوروی است و ما با این مسئله نمیتونیم حل کنیم. یعنی برای دیپلماتی این رو نگفتن. بنابراین حجت‌های سال 1949 از طرف حکومت و شورای عالی جمهوری تاجیکستان تصدیق نشده است بلکه رد شده است. بنابراین ما میگیم که حجت‌های سال 49 برای ما رسمیت ندارد. این یک. بسته دومی حجت‌های سال 58-59 در این وقت هم بحثا که به اوج رسیدن دو کمیسیون تأسیس شده است و این کمیسیون دقیقاً اوید به معین کردن استفاده آب و زمین در این سرحد. و اینجا هم اگر کوتاه کنیم بازم در آخر یک مکتوب هست از نام سویت وزیران قرقیزستان به سویت وزیران تاجیکستان که باز درخواست میکرد که همین زمین ها رو به ما دهید. فقط فرقش در همین است که این دفعه تا مکتوب سویت وزیران کمیسیون محلی حکومت‌های محلی در این باره کار کردن. اینجا متاسفانه بازم اینجا اگر تلویزیون ها نباشد گیم که همینجا سندی دادن زمین از طرف تاجیکستان در سطح حکومت‌های محلی رسما امضا شده است. یعنی چی؟ سال 58 معاون رئیس شهر اسفره نامش است و رئیس ولایت لنین آباد سندی کمیسیون دو طرفه درباره استفاده زمین و آب را امضا کرده که در همون سند همین زمین ها اکثرا به قرقیزستان متعلق دانسته شده است و قرقیزا با استفاده از این فرصت فوراً در سطح شورای عالی این را همچه سرحد دولتی خود تصدیق کردند. ولی وقتی این سند آمد به تاجیکستان به شورای عالی به سویت وزیران خوشبختانه سویت وزیران جمهوری تاجیکستان این حجت را رد کرده با مکتوبی رسمی به قرقیزستان جواب نوشته است که این در صلاحیت ما و شما نیست بلکه را شورای عالی اتحاد شوروی حل میکند. به همین بهانه همین سند را رد کرده است. بنابراین سند 58 درصد رئیس ولایت تصدیق شده است ولی حکومت مرکزی جمهوری تاجیکستان که صلاحیت معین کردن مرز را دارد همین را قبول نکرده است. از این رو ما میگیم سندهای سال 59 هم رسمیت ندارد برای ما. باید کمیسیون قبول کرده است و یک کمیسیون کاری است. باید نهاد سیاسی دولت نهاد عالی قانونگذار دولت تصدیق کند تا شود سرحد. و بسته آخرین از دوره شوروی از همه بسته مهم حجت‌های سال 1989 کمیسیون مشترک تأسیس شد و می کمیسیون مهلت طولانی کار کرد و همینجا رئیس کمیسیون معلوم است معاون اولی سروزیر بودن همون وقتم و کمیسیون سال 89 یک جای خوب داره یک جای ضعف. جای خوبش این است که در نتیجه چند ماه کار تمامی سرحد دولتی را معین کرده است. زیرا کمیسیون 89 با تفاوت از کمیسیون سال 59 نامش این بود که اوید به معین کردن خطی سرحدی بین جمهوری ها اوناش بود اوید به استفاده آب و زمین. ولی کمیسیون 89 وظیفش محض معین کردن سرحد بود زیرا این سال 89 دوره آخر شوروی دوره بازسازی علیه جمهوری ها احساس استقلالیت داشتن برای نام کمیسیون شد نه استفاده آب و زمین بلکه معین کردن خط سرحد دولتی بین دو جمهوری. بنابراین کمیسیون 89 بسیار کار کرده است. هر متری سرحد را نوشته است خریطه کرده است توپوگرافی کرده است ولی همین کمیسیون بسیاری از این زمین‌ها رو بازم به قرقیزستان منسوب دانسته است و قبول کرده است. در سطح رئیس کمیسیون جانبی تاجیکستان امضا شده است. بنابراین قرقیزها این دفعه هم سال 90 اون رو
همچون سرحدی دولتی جمهوری قرقیزستان در سطح شورای عالی قرقیزستان قبول کردن، رسمیت بخشیدن. ولی وقتی که این سند به شورای عالی تاجیکستان آمد، شورای عالی تاجیکستان نتیجه های کاری کمیسیون سال 89 رو رد کرد، که راتیفیکاسیون نکرد. یعنی گفت که این سندها پورا به ضررن. سندهای تاجیکستان همون سندی است که سال 2732 تصدیق شده است. این سندها یگان رسمیت ندارن. شورای عالی تاجیکستان کمیسیون سرحدی رو برهم داده، کمیسیون نو تأسیس داد. نام رئیس هر دو کمیسیونش هست داره. بنابراین همین که شورای عالی تاجیکستان قبول نکرد، رد کرد، این کمیسیون رو همش بیکار کرد، کمیسیون نو تأسیس داد، معناش این است که حجت‌های سال 89 هم از جانب جمهوری تاجیکستان رسمیت نیافته است. بنابراین وقتی قرقیزستان میگه ما در اساس سندهای سال 89 ما میگیم اون برای ما رسمیت نداره، زیرا دولت ما را قبول نکرده است. و یک سند دیگری بسیار مهم که سندهای سال 89 و به ارزشی اون رو نشون میداد این است که بعدی که تاجیکستان قبول نکرد، جانب قرقیزستان با شورای عالی اتحاد شوروی شکایت کرد. و استادای تاریخ همه میدونیم که اون وقت در دوره بازسازی یک پارلمانی دو پلاتگی ساخته شده بود در SSR و پلات دویمش نام داشت که پلات ملت ها. و همین در پلات ملت ها رفیق نشانوف سابق رئیس جمهوری ازبکستان رئیس بودن. و وقتی که این وارد این پلات میشه اونجا سلو شنیدن، یعنی وکیلان شنیدن و شورای پلات ملت های شورای عالی SSR هم نتیجه های کاری کمیسیون سال 89 را بیکار کرده است. در قرارش آمده انولی رود، یعنی بی اعتبار دانسته شده است. و همین تلگرام از نام رئیس شورای ملت های SSR بعد حکومت تاجیکستان آمده است. و همین هم نشون میده که ما سال 89 این سرحد رو قبول نکردیم، اعتراف نکردیم. برای همین سه دسته حجتی که وجود دارد ما میگیم که همچون حجت بین رئیس کلخوز و ناحیه و شهر و کمیسیون هست، ولی حجت معین کننده سرحد دولتی که دولت ما دو دولت خیلی که در اول گفتیم پروسیدور رو گذاشته قبول کرده باشد نیست. بنابراین این اعتبار نداره که ما از روی اون مرز رو معین کنیم. و آخرین دسته حجت هایی که جانب قرقیزستان پیشنهاد کردن و اخیراً همین سال اخیر از جمله شما اگر دقت کرده باشید در سخنرانی پرزیدنت جمهوری قرقیزستان در سازمان ملل متحد همین سندها رو نامبر کردن که ما باید طبق این سندها حل کنیم. این دسته سندها چی است؟ سندهایی که در دوره استقلال شده است. 5 سند است، ما نامش میبریم. یک تش شهر میتیم. سند یکم یعنی سازشنامه عاید به تأسیس اتحاد دولت‌های مستقل از دکبر سال 91 است، میدونی اونی که بلاویست شد. خب دوم این عهدنامه دوستی بین تاجیکستان و قرقیزستان است. سوم این اعلامیه مسکو است. چهارم اعلامیه الماتا است. پنجم این نامه خودی ایدمه یعنی اسنگه. این 5 حجت است که قرقیزستان میگه که اکنون حجت‌های تاریخی رو مانید از روی همی حل کنیم. و این حجت‌ها چی است؟ یعنی این حجت‌ها یک جایی قپیدن دارد برای قرقیزستان، زیرا در این حجت‌ها نوشته شده است که جانب‌ها تمامیت ارضی همدیگر را اعتراف میکنند. جانب‌ها سرحدهای موجوده همدیگر را اعتراف میکنند. هم ما امضا کردیم هم قرقیزستان. قرقیزستان میگن که شما در این سند امضا کردید که دو طرف سرحد همدیگر را اعتراف میکنند. سرحدی موجودانه عبارش است چیز существующие границы, неприкосновенность существующих границ. یک پونکتی امی سازشنامه ایدمی هست. خب ما چخیل میگیم که امین بحث دو مشکل دارد. شما بینید در امین سخنرانی وزیر کارهای خارجه در سازمان ملل متحد همین جواب بود. گفتن که سازشنامه تأسیس ایدمی
موضوعش تنظیم مرزها نیست. اونجا یک بحثی حقوقی، حقوق شناسی و استادای حقوق بهتر میدونن. اونجا گفتن که طبق کنونسیون وین از سال 69 همین سازشنامه برای تنظیم مرز استفاده کرده نمیشه. این چی معنی دارد؟ یعنی کنونسیون وین، این کنونسیون چی است؟ کنونسیون درباره مقام حقوقی سازشنامه‌های بین الخلقی. این سازشنامه درباره سازشنامه هاست که خیلی استفاده کنیم. و در اونجا میگه که سازشنامه تنها در موضوع خودش اعتبار دارد. این چی معنی دارد؟ یعنی مثلا همین سازشنامه تأسیس ایدمه، اتحادیه دولت‌های مستقل، نشست که هدف این سازشنامه تأسیس تشکیلات بین الخلقی با نام ایدمه است. او مناسبت‌های دو کشور معین میکند، ولی مسئله مرز دو کشور را این سازشنامه معین نمیکند. بنابراین ما میگیم موضوعیت ندارد. دوم اینکه از نظر عملی هم اگر بینید، یگان کشوری عضو اتحادیه دولت‌های مستقل سرحدش از روی سازشنامه تأسیس ایدمه حل نشده است. مثلا قرقیزستان، ازبکستان این هفته امضا کردن. اونا نمیگن در اساس آیین‌نامه ایدمه، اونا در اساس مذاکره و توافق هر دو طرف شده است. یا که بحث بین ارمنستان و آذربایجان، بحث روسیه و اوکراین، روسیه و گرجستان، یگان بحث فضای ایدمه در اساس سازشنامه ایدمه حل نشده است، بلکه او موضوع تأسیس تشکیلات و مناسبت‌های کشورها را حل میکند. یا عهدنامه بین تاجیکستان و قرقیزستان که اونا میگن که همین اساس قرار داده شود. البته در عهدنامه نوشته شده است دو طرف همدیگر را اعتراف میکنند، سرحدها را اعتراف میکنند، ولی ما در جواب چی میگیم؟ هم در سازشنامه تأسیس ایدمه، هم در عهدنامه دوستی ما بله اعتراف میکنیم که سرحدهای موجوده را اعتراف میکنیم، ولی سرحد موجوده چی است؟ اونا میگن که سرحد موجوده سرحدی است که در لحظه فروپاشی شوروی در دست هر کسی بود. همین سرحدی موجوده. مومنتی فرمیروان اسنگده. ما میگیم که نه، شرطنامه سرحدی موجوده سرحدی است که با سندی معین کننده سرحد دولتی تصدیق شده است. همین سرحدی موجوده. ما هر کجایی که همین سند دارد همچون سرحدی موجوده اعتراف میکنیم، نه هر کجایی که اشغال شده است. بنابراین ما در جواب میگیم که این سازشنامه ها درباره سرحدی موجوده مسئله را حل نمیکند، زیرا ما سرحدی موجوده فقط آن سرحدی را میدانیم که با سند تصدیق رسمی بین دولتی شده است. و چرا این مهم است؟ نه تنها از نظر حقوقی مهم است، از نظر عملی هم اگر ما اعتراف کنیم سرحدهای موجوده را، همین زمین ها همش میشه متعلق به قرقیزستان، چون در لحظه حاضر دست اینا هست. ولی در آخری همون مقاله یک بحث است با نام بازی حجت ها. اونجا مضمونش این است که همین استفاده از حجت های گوناگون به طوری ناآگاهانه نیست، وابسته به منفیت. ببینید همین سه زمینی که ما گفتیم که اینا در اساس سندهای سال 24 به قرقیزستان داده شدن، ما میگیم که اگر سال 24 را حساب نکنیم اینا رو برمیگردن. اینا میگن در همین مورد حجتهای سال 24 درست، ولی با برعکس این سازشنامه ایدمه اگر گفته باشه که هر زمینی که در لحظه فروپاشی شوروی در اختیار کسی است از همون است، ما 160,000 هکتار تقریبا زمین قرقیزستان رو که در لحظه فروپاشی شوروی در اختیار ما بود در همین سالها برگردونده دادیم به سبب تمام شدن مهلت اجارش. از جمله 62,000 هکتار زمین در منطقه علای در مرغاب تا سال 2004 در اختیار ما بود. سال 2004 ما با تنتنه پرچم رو فراورده ضیافت داده اونا رو رحمت که این زمین 50 سال در دست ما بود، گفته سپاریدیم
یعنی ما عملی نیکو همسایگی را در دایره قانون انجام دادیم. ما میگیم اگر طبق سازشنامه، اگر مفهوم مرزهای موجوده در لحظه فروپاشی شوروی رو در نظر گیریم، پس همین زمین ها رو پس گردوندید، زیرا همون لحظه فروپاشی شوروی اینا در دست ما بودن. بنابراین این بحث‌های درونی و خلاصه علمی و تاریخیش معلوم، جای تکرار نیست. خلاصه سیاسی و ارزشی میخوام بکنیم از این مقاله. دو هدفی که مقاله داشت، یعنی هدف یکمش تمام، یعنی ما خواستیم که تمام واقعیتی مسئله و موقع تاجیکستان رو نشون دهیم. این هدف اول بود. ولی هدف دوم چی بود؟ در اول گفتیم با وجود آوردن افکار عمومی و یک فهمش درست ملی در اطراف این مسئله. پس چی خلاصه عمومی سیاسی داریم؟ یکم، مقام دو طرف بحث چی هست؟ دقیقاً ما باید دانیم که تاجیکستان در این بحث همچون کشوری صاحب زمین و حقدار اشتراک میکنند. قرقیزستان در این بحث همچون کشوری قرضدار هست. یعنی مثل اینکه یک خانه رو اجاره میدیم، مهلت اجاره تمام شد، اجاره نشین نمیبراید، میگه این خانه معقول شد، من همینجا میایستم. ما میگیم از حدودی که اجاره بود، مهلتش تمام شد، و قاعده های بین کلخوزی دوره شوروی تمام شد، شما براید، اون نمیبراید. بنابراین جانب تاجیکستان جانب صاحب حق است در اینجا، جانب قرقیزستان جانب قرضدار. دوم، مسئله حقیقت و عدالت در نزد وجدان، در نزد تاریخ، در نزد عدالت هم اگر ایستیم، باز ما میگیم که عدالت حقوقی و عدالت تاریخی در همین بحث در جانب تاجیکستان است. یعنی ما به زمینی همسایه دعوا نداریم، یگان متر به زمین قانونی کشوری همسایه دعوا نداریم. و از این نظر حق به جانب تاجیکستان است. و هدف دو طرف چه؟ سوم، در همین بحث هدف ما، هدف جمهوری تاجیکستان برگرداندن زمین‌های قانونی خود و برقرار کردن تمامیت ارضی خود است. هدف قرقیزستان رسمیت بخشیدن به همین زمین‌هایی که غیر رسمی در دستش است. و همین جمله رو حتی اگر باز من برای که رسمیت تامین شه میگم که در سخنرانی وزیر کارهای خارجه در سازمان ملل متحد هم خیلی جمله بود که جانب قرقیزستان تلاش دارد همین زمین‌هایی که در اختیارش هست رسمیت بخشد برای خود. این هدف اون طرف. و مسئله مرکزی که در نام مقاله برآوردیم این است که ما دقیقاً باید دونیم که تاجیکستان کشوری تجاوزگر نیست. زیرا وقتی همه سندها نشان میدهند که این زمین به تاجیکستان تعلق دارد، این سرزمین قانونی خود همین کشور است، چقدر یک کشور میتونه به سرزمین خود تجاوز کند؟ تجاوز چه است؟ یعنی به زمین بیگانه به طور مسلح و زورآوری هجوم کرده، اون رو غصب کردن، اگریسیا کردن. از این رو این در ذهن هر یک تاجیک باید باشد که ما اینجا مسئله تجاوز نداریم، ما به خاک بیگانه تجاوز نکردیم، بلکه ما برگرداندن زمینای قانونی خود رو به میان گذاشتیم. این عدالت بسیار مهم است. حالا ضرورتش رو میگم، زیرا بینید که همین ماه سپتامبر برای قوی کردن ارتش خود در جنگ اوکراین فدراسیون روسیه موبیلیزاسیون اعلام کرد یا سفربرکنی عمومی. بینید که البته یک قشری هستند که موقع دولت رو حمایت کردند، ولی یک قشری از جوانان گریختند، روی راست گریختند. هزاران نفر در مرزهای روسیه شما دیدید که چقدر گریختند. حتی بلیت هواپیما برای گریختن از روسیه 10 برابر قیمت شد. این بلیت دوشنبه مسکو دوشنبه $200 بود، $5000 شد. با کجای راست آمد؟ با دوشنبه با استانبول با تیفلیس کجای بلیت باشه روسا پرواز کرده گریختن. همون قش چرا گریختن؟
البته ما میتونیم بگیم که بعضیش حسی وطن دوستیش ضعیف بوده است، بعضیش مثلا ترسو بوده است، تروس بوده است، گفتی خدا بود. لیکن یک قسم بزرگش از این گریختن که در ذهنشون منطق یمی جنگ فهمو نیست، عدالت یمی جنگ در باور ندارد، در حقیقت مقدس بودن یمی جنگ در باور ندارد. این مسئله بسیار مهم است که مناسبتی مردم به مسئله چی است. بنابراین ما گفتیم که هدف، یکی از هدف‌ها این بود که ما نشان دهیم که در همین بحث منفیت ما در کجاست، موقع ما در کجاست، عدالت در کجاست. انا میخوام اگر در وجدان خود، در ذهن خود عدالت همین مسئله رو دقیق حس کنیم، درست بدن موقع دولت رو آدم هم حس میکند هم حمایه میکند. و همچنین ما خلاصه ششم آخرین این بود که ما باید دقیقاً دونیم که ایستادگری و موقع دولت یا رهبریت جمهوری تاجیکستان برای برگرداندن این زمین ها در راستای منفعت های ملی است. یک اقدامی ضروری برای یک دولت است. بنابراین ما با همین خیلی باوری، با همین خیلی فهمیش درست، بسیار زحمت کشیده شما، باید موقع دولت رو حمایه کنیم. اینجا مسئله این است که این حمایه اگر با شعار، با پروپاگاندا، با یک احساسات باشد، این ظهوری لحظوی دارد. ولی اگر حمایه در اساس درک استوار باشد، در اساس معلوماتی دقیق باشد، در اساس یک باوری قوی باشد که ما دقیقاً میدونیم که اونجا گپ درباره چی میرود و کجاش از ماست و کجاش باید گرفته شود، کجاش باید حمایت شود، این حمایه استوار میشد. بنابراین آخرین جمله همی مقاله اگر برید اونجا گفته است که هر باور باید چی داشته باشد؟ منطق و اساسی استوار داشته باشد. با درکی چنین معلومات، با داشتن چنین بعضی یا پایه قوی تاریخی، حقوقی، حجتی، سندی، ما باید به این مسئله هم خیلی مناسبتی آگاهانه با سوادانه داشته باشیم. و اگر انمون موقع ملی ما در پشتش چنین بعضی استوار داشته باشد، با علم، با منطق، با سند، با عدالت تامین باشد، همون حس وطن دوستی گویا که در بالای یک پایگاه استوار ایستاده است. تشکر برای همه شما.